کشت، در وحدت، در روغون، در همه جا بچه‌م میره میگردم کتی نمیام. نبیره خالای محیبیان بعد 2 هفته جستجو پیدا شد. محیبیان یک روز پیش از یافت شدن نبیرش که پلیس را جستجو میکرد به ما چنین گفته بود: روزی 11 بچم ساعت اینمی 11 بود. من ای خانه برامدم بچم گفتم که شما توقعاتتون بشوین اوقات کنین خانه دارتون توزه کنین. من میرم همین نفقه بابیتون میگیرم میگردم میام. همین رفتم بچم من یه سال حیال نکردم. همین 12 در خانه اومدم که نویرو در میجابه گفتم فرشته ما کو با خواهرش گشت اکسنی ما گفته که بیبی گفته در این اوقات پاوقات کات خوندرور همه را گفته لباسش تا کرد گفته همین خونی همین جای خوش در اومد میگه گفت که من مغازین میرم. گفتم که مغازین چی را میره؟ گفت یا میرم من میام. سببی از خانه بیرون رفتن فرشته‌مای 17 ساله و در کجا بودن او طی 2 هفته الحال معلوم نیست. او و نزدیکانش حالا بازپرسی میشوند. در این بین پلیس یک دختر دیگری نیز 17 ساله ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی شمسیه شهبازاده را بیش از 10 روز می شود جستجو دارد. این نورس بگوی 13 اپریل از خانه بیرون رفته تا حال بینشان است. این دور یکم که همین خیلی مقصد با همین کوز گریفتار شده برآمده دیگر نه خط نه خبر خانم یکون جان یکون دستگاه خطی زنگ زده و چی شده ما هستیم یا چی سر چی نکرد همین دسته مثلا غم نشدید انسان. این 2 دختر تنها نورسانه نیستند که روزهای اخیر ناپدید شدند. تنها در ماه اپریل پلیس شهر دوشنبه خبر گم شدن 10 نورس را نشر کرد. هرچند بعضی از آنها با گذشت چند روز یافت شدند، سبب بینشانی آنها گفته نمی شود. کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را به اعتراض از وضع خانواده، بی‌معرفتی، فریب همسالان، بداخلاقی، ماجراجویی و غیره بستگی می‌دهند. روانشناس نرگس تویمستова از خانه رفتن نورسان را به چندین عامل ربط می‌دهد. پیدا شدن خواهش نوابسته بودن از پدر و مادر، یعنی که وقتی که نورس میخواهد علاقه به طور خود حرکت کند، کار خود را پیش برد، بسیار وقت از طرف والدان چکار کرده میشد اجازه داده نمیشود و البته هست اونهایی که بهت آزادی پرستند و آنها نمیتونن همین چیزو تاب آورده فکر میکنن که اگر از خانه بیرون شوند اگر همین مشکلی اونها یک طرفه میشود. دیگر موضوع البته این موضوع جوانی، این موضوع عاشق شدن، مهر و محبت پیدا کردن، با احساسات داده شدن دخترها هست. برای پیشگیری از حادثه های همسان روانشناس چنین مشورت ها می دهد. ما البته باید بخبر شده استیم از حالت، از احساسات های فرزندم و اهمیت دیم که برای چی وای گریه کرده است، برای چی وای کم گپ شده است یا خودش یگون وقت می بیاد میخواد با شما گپ زند، ما میگیم وقت نداریم، بیا گرنگ نکن یگون وقتی دیگر و ما پس با قفو میمونیم. آخر این جمع شده بعد همین نتیجه به آورده میرساند. در بعضی حالت ساکنان کلانسال هم گم میشوند، ولی از خانه رفتن نورسان و نابالغان پدیده جداگانه روانشناسی است. بنابر اعلان‌های نهادهای امور داخلی تاجیکستان احتمال می‌رود هر سال تا 1000 نفر گم شده، تقریباً زیاده از نیم آنها یافت شدند. گم شده های نیز هستند که با گذشت سالها از آنها نشانی پیدا نگشته است.